به نام خدا بهترین راوی حقیقت. سلام. سکوت و مدارا. سکوت و مدارا در برخی شرایط بیش از قیام‌های خونین نیرو و قدرت تملک نفس می‌خواهد. مردی را در نظر بگیرید که مجسمه شجاعت و شهامت و غیرت است. هرگز به دشمن پشت نکرده و پشت دلاوران از بیمش می‌لرزد. اوضاع احوالی پیش می‌آید که مردمی سیاست پیشه از موقع حساس استفاده می کنند و کار را بر او تنگ می گیرند، تا آنجا که همسر بسیار عزیزش مورد اهانت قرار می گیرد و او خشمگین وارد خانه می شود و با جمله هایی که کوه را از جا می کند شوهر غیور خود را مورد عتاب قرار می دهد و می گوید: پسر ابوطالب، چرا به گوشه خانه خزیده ای؟ تو همانی که شجاعان از بیم تو خواب نداشتند، اکنون در برابر مردمی ضعیف سستی نشان می دهی؟ ای کاش مرده بودم و چون این روزی نمی دیدم. حضرت علی علیه السلام خشمگین از ماجراها از یک طرف و از طرف همسری که بی نهایت او را عزیز می دارد این چنین تهییج می شود. این چه قدرتی است که علی علیه السلام را از جا نمی کند. پس از استماع سخنان زهرا با نرمی او را آرام می کند که نه، من فرقی نکردم، من همانم که بودم، مصلحت چیز دیگر است. تا آنجا که زهرا سلام الله علیها را قانع می کند و از زبان زهرا می شنود: حسبی الله و نعم الوکیل. ابن ابی‌الحدید در ذیل خطبه 215 این داستان معروف را نقل می کند. روزی فاطمه سلام الله علیها علی علیه السلام را دعوت به قیام می کرد. در همین حال فریاد مؤذن بلند شد که اشهد ان محمدن رسول الله. علی علیه السلام به زهرا سلام الله علیها فرمود: آیا دوست داری این فریاد خاموش شود؟ حضرت زهرا فرمود: نه. علی علیه السلام فرمود: سخن من جز این نیست. سلام فرشتگان. سال دوم هجرت بود. لشکر 1000 نفری دشمن مجهز به اسلحه برای جنگ با مسلمانان آماده بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه 313 نفر برای جلوگیری از دشمن به سرزمین بدر رفتند. جنگ سختی بین سپاه اسلام و سپاه کفر در گرفت و سرانجام سپاه اسلام پیروز شد. از شنیدنی‌های عجیب این که در آن شبی که روز آن جنگ واقع شد، سپاه اسلام در یک طرف قلیب، یعنی در یک طرف چاه آب بودند و سپاه کفر در طرف دیگر. آب مسلمانان تمام شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان فرمود: چه کسی می رود از آن چاه آبی بیاورد؟ با توجه به اینکه آب آوردن از آن چاه در برابر تیراندازان دشمن بسیار خطرناک بود. همه مسلمانان در برابر سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سکوت کردند. علی علیه السلام به پیش آمد و گفت: ای رسول خدا، من آماده ام. مشکی برداشته و به سوی چاه حرکت کرد. مشک را در میان چاه دراز کرد. وقتی که پر از آب شد آن را بیرون کشید. همان دم باد تندی وزید و مشک به زمین افتاد. آب آن ریخت. علی علیه السلام بدون ترس و هراس برای بار دوم مشک را به درون چاه دراز کرد و پر از آب نمود و بیرون کشید. باز باد تندی وزید و آب مشک ریخت و این حادثه 3 بار تکرار شد. علی علیه السلام برای 4مین بار مشک را پر از آب کرد، سپس آن را به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آورد و ماجرا را به عرض پیامبر رسانید. پیامبر فرمود: بدان باد نخست از جانب جبرائیل بود که با 1000 فرشته نزد تو آمدند و بر تو سلام کردند.
باد دوم از ناحیه میکائیل بود که با 1000 فرشته نزد تو آمدند و بر تو سلام کردند. و باد سوم از جانب اسرافیل بود که با 1000 فرشته نزد تو آمدند و بر تو سلام کردند. در حقیقت سلام فرشتگان همان تشکر و قدرشناسی فرشتگان از فداکاری و جرأت و جانبازی امام علی علیه السلام بود که آنچنان در خطرناکترین موارد حماسه می آفرید. شأن علی علیه السلام. مدتی پس از شهادت علی علیه السلام یکی از دوستان ایشان به نام زراره به شام رفت و در جلسه‌ای با معاویه ملاقات کرد. معاویه که او را می شناخت گفت مقداری از شأن علی برایم تعریف کن. او تا اسم علی علیه السلام را شنید منقلب شد و بی اختیار قطرات اشک از چشمانش سرازیر گردید و گفت از این تقاضا بگذر و معافم کن. معاویه اصرار کرد و گفت تا مقداری از فضائل علی را برایم نگویی از تو دست بر نمی دارم. زراره به مطالبی از شأن امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره کرد و در میان این مطالب در جمله‌ای گفت که بسیار بلند معنی است. او گفت مستضعفان و مستمندان ترس آن نداشتند که از ناحیه او به آنها ظلم بشود و زورمندان در نیل به اهداف باطل خود در او راه نداشتند. شبی در سرما. شبی از شبها هوا سرد بود. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از کنیزش لباسی خواست و کنیز یک قطیفه خدمت حضرت آورد. حضرت فرمود این قطیفه از کیست؟ کنیز گفت از بیت المال است. حضرت فرمود بیا ببر، در سرما بخوابم و بی لباس بمانم بهتر است از اینکه خیانت به اموال مردم بکنم. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام شب را در سرما بی رخت خواب خوابید ولی قطیفه را به روی خود نکشید. شجاعت. مشرکان در سالهای آغاز بعثت کودکان خود را وادار کرده بودند تا به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سنگ پرانی کنند. از این رو هرگاه پیامبر از خانه اش بیرون می آمد بچه های مشرکان به سوی آن حضرت سنگ می پراندند. علی علیه السلام که در این وقت نوجوان بود به سوی آنان حمله می کرد. آنها همانند گورخر وحشی که از شیر فرار کنند فرار می کردند. در این هنگام آیه 50 و 51 سوره مدثر که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره گویی گورخرانی رمیده اند که از مقابل شیری فرار کرده اند. شهامت. روزی حضرت علی علیه السلام سوار اسب به میدان تاخت و بین دو صف ایستاد و چند بار فریاد زد هان ای معاویه. معاویه به همراهان گفت ببینید چرا علی مرا صدا می زند. آنها پس از بررسی به معاویه گفتند علی دوست دارد به تو نزدیک شود و سخنی به تو بگوید. معاویه همراه عمرو عاص به میدان آمدند. وقتی که نزدیک شدند علی علیه السلام به معاویه فرمود وای بر تو، برای چه مردم بین من و تو کشته شوند و همدیگر را بکشند. خودت به میدان من بیا و با هم بجنگیم. هر کدام کشته شدیم حکومت در اختیار شخص پیروز قرار گیرد. معاویه به عمرو عاص رو کرد و گفت نظر تو چیست؟ عمرو عاص گفت این مرد علی از روی انصاف با تو سخن گفت. این را بدان که اگر جواب منفی به علی بدهی و به نبرد با او نپردازی چون این کاری برای تو عار و ننگ است و چون این ننگی همیشه تا 1 نفر عرب در زمین وجود دارد برای تو باقی میماند. معاویه گفت آیا مثل من فریب و گول حرفهای تو را میخورد و خود را به کشتارگاه نبرد با علی می افکند؟ سپس گفت
سوگند به خدا علی پسر ابوطالب با مرد شجاعی هرگز نبرد نکرد مگر اینکه زمین را به خون او سیراب نمود. سپس معاویه همراه عمرو و عاص بازگشتند و علی علیه السلام وقتی چنین دید در حالی که خنده بر لب داشت به پایگاه خود مراجعت نمود. شیوه کرم. در یکی از جنگ‌ها حضرت علی علیه السلام با مرد مشرکی می جنگید. آن مرد عرض کرد یا علی شمشیرت را به من ببخش. حضرت شمشیر را به سویش انداخت. حریف در نهایت تعجب گفت ای پسر ابی طالب در شگفتم که در چنین موقعیتی شمشیرت را به دشمنی می بخشی. فرمود تو دست تقاضا دراز کردی، رد کردن درخواست و سوال از شیوه کرم به دور است. مرد کافر از اسب پیاده شد و گفت این روش اهل دیانت است. پای مبارک آن جناب را بوسید و ایمان آورد. صدقه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید روزی دیناری صدقه دادم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی آیا می‌دانی که صدقه از میان دست‌های مؤمن خارج نمی شود مگر اینکه 70 شیطان به طریق مختلف او را وسوسه می کنند تا از این کار خیر منصرف شده و صدقه ندهد و بدان قبل از آنکه به دست فقیر برسد به دست خدا خواهد رسید. صفات شیعیان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شبی مهتابی از مسجد بیرون آمد و به قصد و عزم رفتن به صحرا حرکت کرد. گروهی نیز به دنبال آن حضرت رفتند. حضرت ایستاده به آنان فرمود شما کیستید؟ گفتند ای امیر مؤمنان ما شیعیان تو هستیم. حضرت به دقت به چهره‌های ایشان نگریست، آنگاه فرمود چگونه است که سیمای شیعه در شما نمی بینم؟ گفتند ای امیر مؤمنان سیمای شیعه چیست؟ فرمود زرد چهرگان از بیداری و خراب چشمان از گریه و خمید پشتان از ایستادن و تهی دلان از روزه و لب خشکان از دعا و بر آنان گرد خاشعین نشسته باشد. طلبکار و بدهکار. بی‌علاقگی امام علی علیه السلام به دنیا تا آن حد بود که اگر کسی طلب می داشت یا بدهکار می بود فرقی نمی کرد. عبدالله ابن زبیر روزی به امام علی علیه السلام گفت در حساب پدرم دیدم که 80,000 درهم از پدر شما ابوطالب طلبکار است. امام علی علیه السلام فرمود پدرت راستگو بود. 80,000 درهم به او داد. پس از آن عبدالله گفت من اشتباه کردم، پدر من به پدر شما بدهکار بود. حضرت فرمود من ذمه پدرت را بری کردم و این مبلغ هم که گرفتی از آن خودت باشد. عادت نفس. اسبغ ابن نباته می گفت علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرمود من در شهرهای شما وارد شدم با مختصر توشه و وسایل زندگی. اگر هنگام خروج از شهرهای شما بیش از آنچه با خود آورده‌ام ببرم خیانتکار هستم. در مواقعی که به فقرا و مستمندان اتمام میداد از بهترین نانها و گوشت سفره را رنگین می کرد ولی خود از نان جوین خشک استفاده می نمود. یک روز برای حضرت معجونی از آب و عسل هدیه آوردند. با انگشت آن را مخلوط کرد و فرمود طیب و پاکیزه است و حرام نیست، ولکن من کراهت دارم به نفس خیش چیزی را عادت بدهم که نباید به آن عادت کند. دوستان اگر از این داستان لذت بردید ویدیوی ما رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید.